بعضی حالت هست که پا رو بر طرف قبله راست کرده خوب رفتن یا که پا رو دراز کردن. همین داخل دلیل دارد نه؟ یگان دلیل صحیح و صریح نیست که به پای دراز کردن به قبله منع آمده باشد و عادت شریعت این است که معیده ترین عمل را نهی کند، دیگر عمل ها را در بر میگیرد. مثلا الله تعالی ولا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگویید گفت. اف یک کلمه عادی هست، یعنی بیزار شدن. بسیاری بعد همین گپ را تکرار کردید، مقصد همین سخن را بسیار میگویید، یعنی معناش بیزار کردید، گفتگی گپ هست. بجای همین این گونه صراحتا نمیگود، اوف میگود. الله تعالی وقتی که اوف را منع کرد، بالاتر از اوف همش دیگه حرام است. حقارت کردن پدر و مادر، دشنام دادن ایشان، زدن آنها، همش حرام است. الله تعالی کمترینش را بیان کرد، تمام از این بالاتر را در بر میگیرد. لیکن در مسئله قبله یگان حدیث، یگان آیت نآمده است که روی پا دراز کردن به سوی قبله را منع کرده باشد. لیکن اگر احتراما اگر کنید، امید میکنیم که ثواب بگیرید. والله اعلم.